شده در مرز روسیه را رایگان به وطن می‌آورد. یخ‌ها آب می‌شوند و یا وزیر ایرانی از دوشنبه به تهران با چی برمیگردد؟ موقعی که با کسی میشینید و درباره مبارزه با تروریسم صحبت میکنید و نحوه هماهنگی این مبارزه، بیانگر این هست که شما در واقع اون طرف رو دیگر متهم نمی‌کنید. و زعفران جای کوکنار را تنگ میکند. کشاورزان افغان میگویند کشت و پرورش زعفران که قانونی است برایشان فایده بیشتر می‌آورد. کشت ازی از کوکنار خیلی زیادتر حاصل داره. اگه کسی بتونه و بدونه که بدونم. روی آهن تاجیکستان از حکومت کشور دستور گرفته است مهاجران اخراج شده از روسیه را که در ایستگاه اقصرای ولایت استرخان بند ماندند رایگان به وطن انتقال بدهند. از روز دوم تا 6 نوامبر مقامات مرزبانی روسیه بیش از 180 شهروند تاجیکستان را هنگام بازگشتشان به وطن از قطار فرآورده بازداشت کردند. از 130 مهاجری که در مرز نگهداری میشوند دادگاه روسیه نسبت نصف آنها قرار اخراج و منع حق ورود به مهلت 3 سال را صادر کرده است. مقامات روی آهن میگویند آمادند این مهاجران را به پول به تاجیکستان رسانند. با سفارش حکومت جمهوری تاجیکستان کارخانه واحدی دولتی راه آهن تاجیکستان وظیفه‌دار شده است که برای به طور رایگان به جمهوری تاجیکستان انتقال دادن همه آن مهاجرانی که حجت‌هایشان را به سامان رساندند وظیفه‌دار شده است. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید هیئت نمایندگان حکومت تاجیکستان در اقصرای به مهاجران از نظر حقوقی، تامینات با نقلیات و در حل مشکلات دیگر کمک میکند. فعلا تماس تلفنی با خود مهاجران که دوام 1 هفته به این سو در بازداشت به سر میبرند برقرار نشده است. وزیر امور خارجه ایران شام 8 نوامبر در مراسم افتتاح بنای نوی سفارت این کشور در دوشنبه شرکت کرد. سفر محمد جواد ظریف به تاجیکستان در شرایطی انجام می شود که تقریبا 2 سال اخیر دوشنبه و تهران مرحله مشکل همکاری را پس سر می کنند. تا کجا آمدن محمد جواد ظریف به تاجیکستان سردی دو کشور را از بین می برد؟ داریوش رجبیان روزنامه‌نگار تاجیک در این باره نظر خود را دارد. میشه گفت این روزها ما شاهد شکفتن نخستین غنچه ها در روابط میان ایران و تاجیکستان پس از یک سرمای ناگهانی و بسیار کوتاهی در مناسبات بین این دو کشور بودیم. چه صحبت های آقای ظریف که میگفت تاجیکستان خانه ماست، با اعتماد به نفس هم این صحبت ها رو میکرد، و چه صحبت های آقای اسلوف همتای ایشون در تاجیکستان که تاکید بسیار زیادی داشت روی گسترش روابط با ایران و همینطور البته اشاره هم میکرد به اینکه در این روابط باید از ظهورات نامطلوب خود رو کنار گرفت یا در واقع پرهیز کرد. اینها همش بیانگر این هست که اختلافات آهسته آهسته داره ظاهراً برطرف میشه. البته از همون آغاز این سرما هم احساس میشد که این اختلافات چندان بلند مدت نیست، نه به خاطر تنها صرفاً روابط سیاسی نزدیکی که ایران و تاجیکستان در گذشته داشتن، بلکه میدونیم که پیوندهای تاجیکستان و ایران بسیار گسترتر از این هست و به اعماق قرنها برمیگرده. و از سوی دیگر موضع ابرقدرت منطقه هم که روسیه باشه بسیار مهمه در این زمینه که به نظر میاد بی تاثیر نبوده باشه. و همینطور میدونیم که در گذشته همین تا چندی پیش تاجیکستان ایران رو متهم می‌کرد به اینکه همدستی کرده با برخی از گروه‌های به اصطلاح تروریستی در تاجیکستان، در حالی که دیروز شاهد اون بودیم که آقای رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با آقای ظریف وزیر خارجه ایران درباره نحوه مبارزه با گروه‌های به اصطلاح تروریستی در منطقه هم صحبت کردند، اونطور که گزارش‌های رسمی میگن. و دیدار یا نشستی که قرار روز 10 نوامبر یعنی فردا در سمرقند برگزار بشه، کنفرانس بین‌المللی ضد تروریستی و امنیتی هست که در اونجا هم آقای اسلوف و هم آقای ظریف و هم مقام‌های مربوطه دیگر از کشورهای منطقه حضور خواهند داشت. یعنی شما موقعی که با کسی میشینید و درباره مبارزه با تروریسم صحبت می‌کنید و نحوه هماهنگی این مبارزه، بیانگر این هست که شما در واقع اون طرف رو دیگر متهم نمی‌کنید به اینکه او هم دستی داشته با گروه‌های به اصطلاح تروریستی. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. تغییر اقلیم و آبشوی پیریخ‌ها از موضوعی است که چند سال اخیر مایه نگرانی مقامات تاجیکستان شده است. تنها در 10 سال گذشته تقریباً 30% پیریخ‌های کشور آب شدند و ادامه کردن این روند به باور حکومت تاجیکستان می‌تواند باعث جنجال میان دولت‌های آسیای مرکزی شود. اما در همسایه کشور تاجیکستان قرقیزستان قانونی را بحث دارند که به محو پیریخ‌های بزرگ آن کشور اجازه می‌دهد. مخالفان این طرح با نشان اعتراض می‌گویند مقامات کنونی می‌خواهند به خاطر منفعت مالی پیریخ‌ها را قربانی استخراج طلا کنند.
با وجود آنکه اعتراضگران ساعتهای دراز را پشت پنجره پارلمان سپری کردند، وکیلان مصروف با قبول قانونهای نو حاضر نشدند عرض آنها را گوش کنند. حکومت عوض می شود. زمانی عوض شدن حکومت معلوم نیست که این اقدام پرزیدنت فعلی و یا از آینده است. از این خاطر آنها کوشش دارند با استفاده از فرصت نامعینی لایحه را قبول کنند. هزارها قانونی که برای قرقیزستان ضرورند ساعت خود را منتظرند. اما اینها باشند آسیما سر همین طرح را به بررسی پیشنهاد می کنند. سخن درباره طرح جنجال برانگیزی مربوط به کودکس آب می رود. اگر این اصلاحات قبول شود، بعضی شرکت‌های کارکرد معدن‌های کوهی حق پیدا می‌کنند که با استخراج طلا از زیر پیریخ‌های مشغول شوند که منبع آب تمام دریاهای قرقیزستان است. اصلاحات مذکور را حکومت در گذشته نیز می‌خواست از طریق پارلمان به قانون وارد کند، ولی بنابر تنقید زیاد طرح را برای کارکرد باز پس گرداند. در سال 2013 ما با تشکیل کمیسیه حکومتی موافق شدیم. ما کوشش کردیم که این اصلاحات قبول نشود، ولی معلوم شد که حکومت منتظر بود که ما کرسی ها را خالی میکنیم و حالا توسط وکیلان دعوت ششم میخواهند این خیانت را عملی نمایند. حالا در قرقیزستان تنها یک کارخانه موجود است که زیر مقررات اصلاحات قرار میگیرد. سنترا گولد، شرکتی کانادایی، فعلا با استخراج قومتار یکی از بزرگترین کان طلا در قرقیزستان مشغول است. قرارداد با این شرکت بارها بازنویسی شده است. مقامات قرقیز را باشد پیوسته به آن عیبدار میکنند که رعایت معیارهای زیست محیطی را از جانب سرمایه‌گذاران نظارت نمیکنند. چون این بحثا باعث استعفای مقامداران نیز شده بود. با سبب آن که نخست وزیران زود عوض میشوند، مردم در گمراهی میمانند و نمیفهمند که تشبثکار این اقدام کیست. هر نخست وزیر برابر آمدن به منصب کوشش میکند این مسئله را دوباره با هدف شانتاژ کارخانه‌های کارکرد معدن به بررسی بگیرد. تحلیلگران میگویند مقامات بنابر آن که سنترا گولد الکی دو پیریخ بزرگ را نابود کرده است، مجبور شدند کودکس آب را بازنویسی نمایند. وکیلان نیز این را رد نمیکنند. سنترا گولد هنگام استخراج 20% دو پیریخ بزرگ داوود و لیسی را ویران کرد. 20% باقی مانده را عموما از بین بود. عید محمد نظرف یکی از آنها است که از اصلاحات به قانون در پارلمان پشتیبانی میکند. او میگوید قانون مذکور به شرکت کانادایی اجازت میدهد که فعالیتش را در کانهای طلا ادامه بدهد، چون به این هم پیریخ‌ها آب شدند. اما وکیل از ذکر آن که در آینده شرکت‌های دیگر نیز از چنین امکانیت برخوردار خواهند بود خودداری میکند. تنها کافی است که حکومت این شرکت‌ها را استراتژی و برای بودجه فایده آور ارزیابی نماید. این هم در حالی است که چند پیش المازبک آتمبایف رئیس جمهور قرقیزستان در جلسه سازمان ملل گفته بود که نابودشوی پیریخ‌ها میتواند برای این کشور فاجعه انگیز باشد. برنامه را ادامه میدیم. در افغانستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است، کشت و پرورش زعفران را به راه مانده. کشت این رستنی برای دهقانان و بودجه این کشور میتواند به مراتب فایده آور باشد. مقامات و سازمان های بین المللی سعی دارند به تدریج میدان های وسیع کوکنار را از بین ببرند و مردم به پرورش زراعت های قانونی مشغول شوند. گزارش نوبتی ما در همین باره است. کشاورزان و تاجران افغان در ولایت غربی هرات باور دارند که کشت زعفران آنها را از وابستگی به تولید افیون کنار خواهد کشید. استحصال غیر قانونی افیون در افغانستان بزرگترین ساحه صادرات این کشور را تشکیل می دهد. حکومت افغانستان و کشورهای غربی تلاش دارند که توسط برنامه‌های خاص کشاورزان را به کشت زراعت‌های دیگر تشویق کنند و نفوذ گروه‌های قاچاقبر مواد مخدر و گروه مسلح طالبان را که در حمل و نقل و قاچاق مواد مخدر دست دارند از بین ببرند. 1 کیلو زعفران در بازارهای غربی تا $1500 نرخ دارد و الटरनेटिव جالب به کشت مواد مخدر است. پیام از اینا که بعد به خودم بعد به بندم بعد اونا که به درد نمیخوره. این خیلی کشت ازی از کوگنا را خیلی زیادتر حاصل داره. اگه کسی بتونه و بدونه که بدونم خیلی بیتره، خیلی بیتره. کشت و کارکرد زعفران برای صدها زن هراتی جای کار فراهم آورد و طرز زندگی آنها را تغییر داد.
ما یا بیشتر از این خانوما این میتونه بسیار مفید باشه و این میتونه از طریق از این کار ما میتونیم برای خانواده خوب اثبات برسونیم و بفهمونیم که ما هم در جامعه میتونیم به کار مثلا به یک چیزی ما سهم بگیریم، سعیم باشیم و از طریق ما میتونیم ما تمام احتیاجات خود رفع کنیم. رئیس اتحادیه زعفران پروران افغانستان بشیر احمد رشیدی میگوید در حال حاضر تخمینا 400 زن در میدانهای کشت زعفران کار میکنند. و این سال هم به مثل سال گذشته مشوقین بسیار زیادی داشتیم، مخصوصا در قسمت کشت زعفران که به اون منوال برآورد اجمالی که صورت گرفته ما بالغ بر 3000 هکتار فعلا اراضی زیر کشت زعفران در ایراد دارند و محصول امسال 8 تن برآورد شده که امیدوارم از 8 تن هم بیشتر باشه، کمتر نمیشه. او انتظار دارد که حکومت برای پیدا کردن بازارهای نو به استحصال کنندگان زعفران کمک خواهد کرد. بازاریابی هنوز در حد ممکن نشده برای صنعت زعفران افغانستان. امیدوارم که این گپ جدی بگیرند. صنعت زعفران افغانستان در مرحله از بلوغت خود رسیده، نیاز به یک سلسله چیزای نظارتی داره، کنترلی داره، مخصوصا در مارکت محل و همون رقم در معرفی زعفران افغانستان در بازار جهانی. کشت زعفران در افغانستان تاریخ 2000 ساله دارد و به شرایط کم آبی منطقه مطابق است. کشت و کارکرد این زراعت سیر مشقت بوده، اکثرا به کار دستی نیاز دارد. سالهای اخیر زعفران افغانی که صفت بلند دارد در بازارهای جهانی جای پا پیدا می کند و اکنون می تواند رقیب جدی زعفران ایرانی باشد که فعلا 90% صادرات سراسری را در اختیار دارد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا میکنید. در پاکستان روز 8 نوامبر یک مسابقه خطرناک دایر شد که اساساً مردم روستاها برگزار میکنند. در هر ماه یک بار در منطقه‌های قبیله نشین پاکستان پایگاه گاوهای نر برپا می شود. صاحبان این جانوران میگویند آنها باید بسیار چالاک و قوی باشند تا توانند مسابقه را ببرند. اینجا پاکستان است و پایگاه بقها. مردم روستاهای نزدیک به ولایت پنجاب و خیبر پختونخوا هر ماه در این منطقه چنین پایگاه تشکیل می کنند. گاوهای نر در مسافه 100 متر با تمام نیرو می دوند و صاحبانشان جانشان روی کف سخت باید خود را تا آخری مره برسانند. اگر کسی نه افتد و زودتر به مره برسد جایزه اول، دوم و یا سوم را می گیرد. جایزه ها اساساً مالهای ضروری برای روزگارند. در این مسابقه به غالب کاندیسیونر و دومی ماشین جامه‌شویی می‌دهند. و رستم امامعلی شهرداری دوشنبه برای برجسته نشان دادن نقش پدرش امامعلی رحمان در صلح و ثبات و دولتداری قرار ویژه صادر کرده است. طبق این قرار 16 نوامبر در مؤسسه‌های تعلیمی و دیگر مکان‌های جمعیتی پایتخت زیر نام امامعلی رحمان پرزیدنت صلح‌آفر و اساسگذار دولت ملی تاجیکان همایش برگزار می‌شود. رستم امامعلی پسر بزرگ امامعلی رحمان اول سال روان شهرداری دوشنبه تعیین شد و بار اول است که برای برگزاری یک همایش در مورد پدرش قرار امضا می‌کند. امامعلی رحمان بعد از اجلاس 16 شورای عالی در سال 1992 25 سال است که زمام دولت را در دست دارد. منتقدان تمرکز قدرت در اختیار یک شخص را که اختلاف با معیارهای کشور دموکراتی عنوان می‌کنند قبول ندارند. اگر خواهید که از نبض تاجیکستان و جهان آگاه باشد خبرگزاری‌های ما را در سامانه www.azadi.org پیگیری کنید. صفحه‌های ویژه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تحولات نگاه می‌دارد و اگر شما خبر و نواری دارید به ما فرستید. تشکر.